سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم مرجع که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع این ویدیو در مورد سوال یکی از دوستای ماست که پرسیده بودن که چطور میتونه در یک میجر اسکیل همچنان ماینر کورد وجود داشته باشه. میپردازیم به جواب این سوال جالب دوست عزیز ما. بله دوست عزیز، در یک سکیلی که ماینر است همچنان میتونه که میجر کوردا وجود داشته باشه و در یک میجر سکیل میتونه که ماینر کورد diminished of مثلا augmented کورد، هر کوردا میتونه که وجود داشته باشد. چطور؟ این طور ما میره در روی کیبورد ارمونیم میبینیم. خب دوست عزیز، مثلا ما سی میجر سکیل میفهمیم که نوتایش قسمی است: سا، ری، گا، ما، پا، دا، نی، سا، سا، نی، دا، پا، ما، گا، ری، سا. یعنی از اینجا ما دیدیم که اینمی افتا نوت، بینمی افتا نوت ما باید است که اینال افتا کورد هم داشته باشیم. خب اگر ما سی میجر سکیل ببینیم، سی میجر کورد بگیریم، اینا است. خب دوست عزیز، اول ما میخوایم تشریح بدیم که میجر یعنی چی. میجر یک کلمه لاتینی است که معنایش بزرگ است، کلان، بزرگ. و ماینر همچنین کلمه لاتینی است که معنایش خرد معنا میده. و ما وقتی که میگیم میجر یا ماینر یعنی خرد یا کلان، سکیل خرد یا کلان، همینقدر شما بفهمیم که از این نشانی کنین که ماینر یعنی خرد، میجر یعنی بزرگ. فرمولش قسمی بود که از میجر کورد ما رود 4-3 بود که ویدیو شما در بالا میمونیم، حتما دوستا عزیز چک کنین که رود 4-3 بود. این کورد میجر کورد، چی فرمول میجر کورد است که رود 4 این 3 میشه 4 و 3. یعنی چی؟ یعنی که رود ما همون نوتی که ما میخواییم کوردش بگیریم او را ما رود میگیم. باز بعد از او 4، یعنی بعد از این 1 2 3 4 اینجا کلک ما در اینجا میایه و کلک دیگه ما بعد از این 3 میشه، یعنی بعد از این 1 2 3 اینی کورد است. همیشه تر است. اینی فرمول است که رود 4 3 یعنی رود باز بعد از اون نوتا را حساب میکنیم 1 2 3 4 نوت 4 ما که اینجا کلک ما باید بیایه، باز از اون 3 1 2 3 اینجا اینی کورد ما میشه. و وقتی که ما اینجا میبینیم که اوکی درست است، ما چون سکیل ما میجر است، یعنی ببینید شما که وقتی کلک ما در اینجا باشه ای کلان می باشه، ای میجر یاد میشه، و وقتی که ما اینجا بیایی ای باز ماینر میشه، یعنی خرد میشه. یعنی فاصله بین ازی و ازی خردتر میشه، حال بزرگتر است. فاصله بین روت نوت ما و اینجا این بزرگتر است، 4 تا نوت است. وقتی که اینجا شد 3 تا میشه، این ماینر میشه، نامش ماینر است. و اوکی در سی میجر سکیل کورد اول ما سی میجر است، یعنی شما میبینید که این بزرگ است کورد و این سی میجر. ولی اینجا اگر ما بگیریم مثلا دی میجر کورد بگیریم، چه قسم میگیریم؟ عین فرمول ما دایش عملی میکنیم. چه قسم بود فرمول ما که ای رود بود، بعد دو چندم بود 4م، یعنی ار 4 3 1 2 3 4 اینجا میاد کلک ما، و دیگه چی بود 1 2 3 اینجا. نظر به فرمول کلک ما اتر باید هست بیاید. اما ما
در اسکیل ما اینی نوت وجود نداره. در اسکیل ما شما دیدین که اینه طور بود و در اسکیل این نوت وجود نداشت. پس ما این کار نمیکنیم. پس ما این چی میکنیم؟ کلک ما رو اینجا میریم. این میشه ماینر میشه. پس شما میبینین که باز یکی دو سه این ماینر میشه، خورد میشه. از این خاطر از دوست عزیز که در اسکیل میتونه که اگر سی میجر مثلا اسکیل باشه، همچنان میتونه که دو ماینر کورد هم وجود داشته باشه. برای از که اگر ما این قسم بگیریم، خب باز این نوت ما در اسکیل وجود نداره. پس ما مجبور هستیم که ماینر جور کنیم. این اینجا این ماینر میشه. و باز نوت دیگه از این سی میجر اسکیل نوت دیگه شه، این از جی میخوایم که ما کوردش بگیریم. پس دوباره ما فرموله در نظر میگیریم. از میجر کورد فرمولش قسمی بود که روت 4 3. خب اوکی، روت هم میمانیم که ما را 4 1 2 3 4 اتر میشه. باز 1 2 3 باز اینجا میاد. نرمال نه اتر باید از باشه، اما ما اجازه نداریم این کار بکنیم. چرا؟ بخاطر از که اگر ما این کار کنیم، خب این نوت ما باز در اسکیل ما وجود نداره. این نوت خارج از اسکیل هسته. شما میبینین. از اون خاطر ما مجبور هستیم که از اینجا کلک ما رو اینجا بریم. پس اینم از د سی میجر اسکیل شما میبینین که دیش هم ای از این همچون ای ماینر کورد میشه. بخاطر که اگر ما ای میجر کورد بگیریم از اسکیل میبراییم. اینا شما میبینین که از اون خاطر اینجا میه. اما اگر ما مثلا از اف کورد بگیریم، نظر به قانون یا نظر به فرمول میجر کورد، اگر ما اف کورد بگیریم قسمی است که اف 4 3. پس اف باید از 1 2 3 4 ایره میمانیم. باز 1 2 3 ایره. پس اینجا ست میکنم. میبینیم که ما در جای آمده که این نوت مربوط به اسکیل است. از اون خاطر اوکی است. پس اوکی در اف ما میجر است. اینجا در اف میجر کورد ما در اسکیل داریم، چون این نوتایی که ما نظر به فرمول خب دوستای عزیز، مثلا اگر ما جی را مثلا کوردش میگیریم نظر به امو فرمول 1 2 3 4 باز باید از 1 2 3 از جی را میبینیم که مشکلی نیست. نوتایی را که ما کار داریم نظر به فرمول و کلش دمی اسکیل وجود داره. از اون خاطر ای جی میجر کورد میجر است، یعنی اینجا ست میکنه. و اما در ای مثلا ای را اگر کوردش بگیری 1 2 3 4 1 2 3 شما میبینید که در ای هم همچنان ما نمیتونیم که میجر کورد بگیریم، بخاطر از اینکه این نوت ما شامل اسکیل نیست. ما مجبور هستیم که کلک ما رو اینجا بیاریم و وقتی که اینجا آوردیم این میشه ماینر. و باز ما میبینیم که ای باز ای ماینر کورد میشه، گرچه اسکیل میجر است اما ای ماینر کورد است. و اما طور بیره مثلا میبینیم. شما باید نظر به فرمول که ببینین یک روت ماست 1 2 3 4 1 2 3. اینجا شما میبینید دوستای عزیز که ما اینجا دو تا نوت ما هست. اردوی نوت این اردوی زیر اسکیل وجود نداره. پس ما مجبور هستیم که این کلک ما رو اینجا بیاریم و ما مثلا اینی هم باز مجبور هستیم که این در اینجا بیاریم، برای از اینکه این دو تا نوت در اسکیل وجود نداشت. دیگه اینا وقتی که اینجا دیمنش کورد جور میشه. یعنی شما میبینید که روت از کورد ما از دیمنش کورد فرمول ما قسمی بود که روت 3 3. یعنی شما میبینید که اینجا روت است، نوت اول ما است که یعنی نوتی که ما میخوایم که کوردش بگیریم و بعد 3 1 2 3 1 2 3 3. یعنی اینجا ما دیمنش کورد جور میشه از ما. یعنی ما اسکیل ما میجر اسکیل بود اما دایی همچنان دیمنش کورد وجود داره نظر به می تشریح که ما دادیم. و باز سیره که باز امی چیز پس دوباره است که اینجا تکرار میشه، این چیز تکرار میشه. دوستای عزیز، امیدوار هستم که من فهمانده باشم. یعنی
در یک اسکیل اگر ما بفهمیم فرمولا را از کوردا ما فرمولایش بلد باشیم، قوانینش ما بلد باشیم، ما باز به بسیار آسانی میتونیم که بفهمیم که چرا در یک اسکیل مثلا اگر ماینر است، او اسکیل خودش نامش ماینر است اما میجر کورد وجود داره و یا چرا دیمینش، چرا آگمنتد کورد. اینا رو دوستای عزیز ما نمیتونیم که دفعتنی یاد بگیریم. شما ویدیوهایی که ما از اول آماده کردیم به خدمت شما قرار دادیم، اونا را از اول به بسیار دقت و بسیار ظرافت زیاد به کار ببریم، تمرین کنیم، ببینیم که آهسته آهسته بعضی سوالای شما میتونه که جواب پیدا کنه، یعنی شما میفهمین. دوستای عزیز وقتی که ما کورد میگیریم در یک اسکیل، ما همه نقاط در نظر بگیریم، همه چیز 4 طرف موضوع در نظر بگیریم. یعنی ما نمیتونیم که اگر ما یک موضوع مثلا اسکیل فهمیدیم که این اسکیل است، ما باید کل چیز باید بفهمیم. اتر انتظار از خود نداشته باشین دوستای عزیز. آهسته آهسته معلومات های خود جمع میکنیم، ویدیوها رو میبینیم، آهسته آهسته مشکلات ما حل میشه. امیدوار هستم که ما تونسته باشم که به شکل درستش تشریح کرده باشم. دوستای عزیز این بود ویدیو امروز ما. امیدوار هستم همچنان هفته آینده شما دوستای بسیار عزیزه و خود داشته باشم. تا هفته آینده هر کدام شما دوستای بسیار نازنین به خدا میسپارم. بای بای.